بزار شدی جیگر جان، از عشق منی غم زده بزار شدی جیگر جان، جیگر جان. جیگر جان با اون بروتای قشنگت خجالت بکش. جان درود، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. پریس هستم در چنل خودتون. خیلی خوش اومدید به چنل پریفان میوزیک. بندم که سینا هست. بدون معطلی میریم یک موزیک بسیار زیبا از بانو یاسمین جان میشنویم و میبینیم. امیدوارم که لذت ببرید و تا ثانیه آخر با ما همراه. قراره جیگر جون گوش کنیم، لذت ببریم، ویدیو کلیپ داغ تازه جدید کلی با هم گپ بزنیم و اشغال کنیم. آره دیگه، خلاصه حاضرید؟ با چی شده؟ جیگر جون با خیانت شروع کرده؟ آخه با این حالش باید بره اجرا. داورانم منتظر. چه بانمکه. دیدم که تو با یاری دیگر یار شدی جیگر جان، از عشق منی غم زده بزار شدی جیگر جان. دیدم که تو با یاری دیگر یار شدی جیگر جان، از عشق منی غم زده بزار شدی جیگر جان، جیگر جان. ولی در کنار حالا سناریو، این طنزی که توی ویدیو به خوبی داره اجرا میشه، خیلی کارهای جلو دوربین همیشه این سختی‌ها رو داره. یعنی شما همیشه تو فرم خودت نیستی. حتی مثلا کار ما که ریاکشنه، خیلی وقتا آدم مثلا اون حالو نداری ولی باید بیای اون حالو تزریق کنی به خودت و به بیننده. کار سختیه، مخصوصا اینا که رو استیج میرن. مثلا من که سردرد دارم نمیتونم انرژی خوب بهتون بدم. ولی ان شاءالله که زود خوب بشی. در دل که من جز تو نبود هیچ کسی، نامی تو بلب داشتم هر نفسه. اکنون که خبر شدم تو یاره داری، شد دل که صد باره با قلبم قفسه. دیدم که تو با یاری دیگر یار شدی جیگر جان، از عشق منی غم زده بزار شدی جیگر جان. دیدم که تو با یاری دیگر یار شدی جیگر جان، از عشق منی غم زده بزار شدی جیگر جان، جیگر جان. جیگر جان با اون بروتای قشنگت خجالت بکش. جان بستر غم فتاده بیمار شدم، هرگز به دلم جدا شدن از تو نبود. دیدم که تو داری و ناچار شدم، دیدم که تو با یاری دیگر یار شدی جیگر جان، از عشق منی غم زده بزار شدی جیگر جان. دیدم که تو با یاری دیگر یار شدی جیگر جان، از عشق منی غم زده بزار. گوشون که فقط پشت داره چی کار میکنه. شرکت کننده 5 و 6 و 1 این آقاییه که داره آره ترومپت و چی میزنه، ساکسیفون میزنه. اون دوتا خانم فکر کنم بازیگر طنز باشن. یه دوست دیگه هم هست کت شلوار داره، خیلی قشنگ میرقصه. یه تیکم با خودش رقصید با یاسمین. شدی جیگر جان، از عشق منی غم زده بزار شدی جیگر جان. دیدم که تو با یاری دیگر یار شدی جیگر جان، از عشق منی غم زده بزار شدی جیگر جان، جیگر جان. صدای نرم و قشنگی داره. بله عشق واقعی اینجا خودش نشون داد. جیگر جان اصلی. بله اوریجینالش اینجاست. بی تربیت.
بی نزاکت، بی شخصیت. جیگر جانش ورزشکاره. خیلی صداش قشنگه یاسمین، ولی کلیپاش که دیگه عالی شده. مخصوصا اون کلیپه که بی ام و آتیش میزد، من هنوزم میگم اون خیلی غمگین قشنگ. گل یاس اسمش. اینم خیلی قشنگ بود. صداش میگم صداش خیلی خوبه. یعنی یه تعبیری کرده انگار 30 ساله داره میخونه. من فکر کنم یکم ماشاءالله وزن داده، گرفته به قول معروف میگیم. زشت حرف میزنی. وزن گرفته یعنی یکم توپل شده، چاق شده ما میگیم. یعنی چی؟ خوبه که خوبه، من که نمیگم بده. نشونه خوش بودن تو زندگیه. یعنی کسی که خیلی مثلا وزن میگیره، مثلا مثل من یه موقعی، مثل تو شما فقط 15 کیلو کم کردی. چه مثالی زد بچه‌ها. دیگه همینه دیگه، وقتی غذا گیرت نیاد. خاک عالم. خلاصه قشنگ بود و کیف کردیم و عشق کردیم. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. قربون شکل ماهتون بشم. ماچ به کله هات. به امید دیدن. خدا نگهدار.